در بدن بزرگ سر در بالاترین نقطه قرار گرفته و از 2 قسمت سر و گردن تشکیل شده است و دستها و پاها هر کدام دارای 3 قسمت یا بند هستند. روی دست نیز انگشت شست بالاتر از سایر انگشتان و شامل 2 بند و سایر انگشتان از 3 بند تشکیل شده‌اند. از دیگر شباهت‌های دست و بدن حالت خم شدن آن است. همانطور که می‌بینید دست و انگشتان مانند بدن راحت‌تر به جلو خم می‌شوند تا به پشت. شباهت بین دست و بدن به هیچ عنوان نمی‌تواند اتفاقی باشد. حتی چین‌های روی بند انگشتان مانند مفاصلی است که اجزای تن را از هم تفکیک می‌کند و نشان دهنده تشابه دست و بدن است. بنابراین می‌توان جای دستکاری بدن، نقطه متناظر یا انطباق آن را روی دست ماساژ دهیم و از این طریق درد آن عضو